سلام بر عشق، خرد، قدرت، آزادی. موضوع: خوی معنوی منطقی. یک جوینده پیشرفته که همیشه به ارتقاء دنیای ماده می اندیشد و پیام حقیقت را دریافت می کند، به کسب موفقیت‌های خداگونه می رسد. او همواره نظر به درون دارد. از این نظر خوی معنوی منطقی او همواره تجلی دارد. هرگز خطای ذهن ندارد و گرفتار ارزش‌های سطحی و پایین نمی شود. چون او زندگی در روح کل را یافته است، ادراک عمیق‌تر دارد و یک روح آزاد است که به آگاهی متعال دست یافته است. همیشه آگاه و هوشیار، در حال تجربه کردن مراحل آگاهی است. او تجلی آگاهی دارد، یعنی تجربه حقیقت لایتناهی. در صورتی که غیر جوینده در ارزش‌های سطحی و پایین به سر می‌برد، هرگز خوی معنوی منطقی ندارد و مرام اخلاقی را در خود بنا نکرده است. بیماری نفرت انگیز ذهن او سبب می شود که نیروها را با نیت منفی تغذیه کند و نتیجه منفی بگیرد. فقر معنوی، کوری احساسات، دیدگاه محدود، منحرف شدن ذهنش از استاد سبب می شود تا نتواند از روش بی‌نقص و دقیق استادان استفاده کند و تمرکز روی جهان درون کند تا به اکتساب ارزش‌های حقیقی بپردازد. او چیزی از حقیقت و معنویت نمی‌داند، زیرا کلید در گنجینه خزانه حکمت نصیب او نشده. همواره در عالم درون به دام اضمحلال و انهدام می‌افتد و در جهانهای تحتانی که انباشته از میلیون‌ها تبهکار است می‌توانند به او حمله کنند و این مخلوقات گمراه کننده ذهن باعث می شود که او در تعلق قدرت منفی قرار بگیرد و هیچگاه نتواند علت خدایی را به ظهور برساند. ذهن او پر از افکار بی ارزش و غیر ضروری است. ذهن او اسیر در بندهای خود ساخته است و محبوس در زندان منفیگری. صاحب ذهن دوگانه بی ثبات است که در چرخ درنده فرو رفته است و همواره مواجه با شکست، ترس و نگرانی و دلهره و بحران است. هر لحظه اندیشه‌های اصیل او با نیروی منفی مضمحل می شود و دائم با کشمکش‌ها و ستیزهای درونی و جنگ روبروست و هدفش به بیهودگی سوق داده می شود. او روح خود را گم می کند و صاحب یک کشش قهقرایی ذهن می گردد که همواره زندگیش در ترس و شک و سرنوشتی نامعلوم در اعماق زمین است. قلب ناپاک او چشمانداز درستی از آینه خدا ندارد و همواره در خویش کوچک خود به سر می برد. همیشه موفق باشید.